به نشاط جوانی رسیده و نگاه های زلیخا کم کم نسبت به اون نگاه های سابق نیست، عوض شده. دیگه عاشق دلباخته یوسف شده، مثل یک اسیر در جمال معشوقش پناه شده. اگر زلیخا اول به او مثل یک آمر رفتار میکرد، مثل یک صاحب رفتار میکرد، آمرانه باش تعامل میکرد، الان با نظر عاجزانه به مرکز آرزوها خودش نگاه میکنه، نظری که سراسر تضرع و التماس و زاریه. و لذا یکی از معانی که ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، همچنان شیخ الاسلام میفرماید، یکی از معانی این آیه که ای خدایا به ما اون چیزی را که ما طاقتشو نداریم تحمل نفرما، عشقه. انسان در مقابل عشق طاقتی نداره. عشقهای کسپه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. یوسف علیه السلام علیه و نبی السلام مانند یک گل معطر و خرم آثار جوانی درش پیدا شده، مصر باستان که بهره وافری از تمدن داره، مرکز تمدن اون زمانه، جمال یوسف و از زیر پرده بیرون میاره و لیاقت کم نظیر رو که خدا در وجود یوسف قرار داده خودنمایی کرده. این جوانی، این جمال، آن ناز و نعمت در خانه عزیز و آن صورت زیبای زلیخا در پیش همه مردم مقتضاش اینه که یوسف خودشو ببازه، از حد اعتدال خارج بشه، قدمش از تقوا و رسوم خداپرستی بلغزه و منحرف بشه، بلکه هر یک از این امور بر انسانی بزرگترین فتنه، بزرگترین آزمایشه. برای عربی میگوید که ان الشباب والفراق والجدع مفسدة للمرء ای مفسده. جوانی و فراغت خاطر و قدرت برای انسان چه مفسده است، چه مفسده بالاتر از این. اما یوسف در زندگیش به آزمایش های بزرگی مبتلا، گرفتاری هایی که زندگی معنوی و نزدیک بوده که او رو در پرتگاه خطر بندازه رخ داده براش. چون این جوانی که در اوج قدرتش تمام وسایل زندگی براش مهیا، اسباب شهوت رانی، همه چیز براش مهیا، این از یک طرف. از طرف دیگه زلیخا قهرمان جمال، ملکه زیبایی، به گردش میچرخه، هر ساعت قربان یوسف کنه، در هر نشست و برخاست، در هر رفت و آمد، در برابر همه ملاطفت ها و خدمت ها توقع داره که یک نگاه مهرآمیز و یک بخش از یوسف ببینه. لیکن عفت طبیعی یوسف، حیاش که خاصیت طبع ساده اوست، یوسف نورس و نجیب، یک مناعت و خودداری خداوند که هر ساعت از بی‌اعتنایی، اگرچه عاشق خودشو میکشه لیکن خدای خودشو ناراضی نمیکنه و در مقابل عاشق دلباخته خودش به ایمانی که داره، به علم حکمتی که خداوند بهش داده، مقاومت به خرج میده. شعله های زلیخا چنان پرهیجانه که همه موانع رو میسوزونه، همه پرده ها رو کنار میزنه، این سدهای محکم میشکنه. ولی خداوند در اینجا دو سد بزرگ بین عاشق و معشوق گذاشته.
یکی صد بزرگ حکمت و درستی و درست فهمی خداوند ما و شما عطا کنه و دیگری صد دانش و معرفت و خداشناسی خداوند ما و شما آتیناه حکما و علما. اگرچه یوسف در خرید زلیخا نسبت به او روی قصر ملکه قصر نفوذ کامل داره، لیکن نور نبوت، هیبت دین، هیبت تقید به دین، عمل به احکام دین و در نظر زلیخا بزرگ جلوه میده. زلیخا با همه حشمت و جاه و مقامی که داره، لیکن عملا در تحت نفوذ معنوی یوسف قرار گرفته، نمیتونه برخلاف رضای یوسف چیزی برش تحمیل کنه. اما عشق زلیخا طوفان‌های خطرناکی رو در وجودش، در نفسش ایجاد کرده. اگرچه برای یوسف علیه و نبینا الصلاة والسلام عیب نیست که زنی عاشقش بشه، زنی خودش رو فدای او بکنه. تمام زنان امتها مثل مردان باید پیغمبر خودشون رو دوست بدارن، جان و مالشون رو فدایش کنن. لیکن زلیخا عشقش عشق معنوی نیست، عشق دینی نیست، عشق خدایی نیست، عشق شهوانیه. وقتی که میبینه یوسف در اوج افاتشه، یک نگاه، یک نظر که جان بخش باشه از این چشمهای فتان یوسف بهش نمیرسه، شیطان شروع میکنه بازی کردن، ناچار میشه به هر وضعی شده یوسف رو فریب بده تا از او کامیاب بشه. لیکن یوسفی که دلش مالامال از نور ایمانه، از نور حکمته، از نور دانشه، از نور تقید به دینه، از نور معرفت خداونده، از نور توحیده، جلوه های زلیخا و مکر او درش اثری نمیذاره. وقتی که روح انسان بزرگ میشه، انسان میتونه خودشو از خطر احساسات شهوانی با پناه بردن به خدا نجات بده. خداوند این سنت ها را بر من شما گذاشته تا از پیامبران الهی اونها رو سرمشق قرار بدیم، نه اینکه ائمه زورکی بتراشیم و تا هیچ جا مخفیشون کنیم. بین راستی و دروغ تفاوت بین نور و ظلمته. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کسانی که امروز روزه بودن خداوند روزهاشون رو بپذیره. بنده سعی میکنم که اون کسانی که در لیست بنده هستند دوشنبه و پنجشنبه ها رو تذکرتون بدم تا ما رو هم دعا بکنید. و امروز چون آخرین جلسه مونه در این مرحله، من خدا خیلی امیدوارم و هیچ شکی ندارم که باز میگردیم انشاءالله، لیکن کیش نمیدونم. اما سعی میکنم که از راه فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام این درس و از شکرم چطوری ازشون تشکر میکنم. علاقه شما سروران
چیزی است که شما خیلی زودتر شروع نشده این مسئله. بله، من عرض کردم که اصلا خود زمان پیامبر که ممنوع بوده. اینا فراوان هستش که پیامبر گفتن از هیچی نقل نکنین، چون نگران بودن که یک دکان دیگه ای در برابر قرآن باز بشه و میدونستن که خب اعتباری نداره اون چیزی که آهن آدم ها میشنون چقدر میتونن تو ذهنشون عیناً اون سخن رو نگه داشته باشه. هر دوی این مطلب دقیق نیست. جناب عبدالعلی بازرگان، مهندس عبدالعلی بازرگان مرد فرهیخته است، والد محترمشون، لیکن هر دوی این مطلب که گفت دروغ نیست، تفریطی است، درست نیست. تفریطی است در مقابل افراط روحانیت تشیع که قرآن روایت زده کرده، از بس که روایت دروغ درست کرده. اون میگه که حدیث در زمان پیامبر نوشته نشده، پیامبر کرده. این در بعداً اجازه داد در زمان خودش هم نوشتن شروع شد، لیکن نبود. زمان تعلیف 10 سال بعد از اون شروع شد و این که شفاهان همه چیز حفظ نمیشه این هم نادرسته. بل هو فی صدور، در دل او کسانی است که ایمان آوردن. قرآن نوشته شده احتیاطاً، اگر نه اصل در قرآن بر حفظه، ولذا وقتی قرآن نوشتن از قرآن کمک گرفتن، آوری کردن. در این مورد قرآن یا احادیث در زمان پیامبر اجازه داده شده که نوشته بشه، مذاهب اسلامی متفقن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما نازل کردیم و ما حافظ باشیم. خداوند فرموده که نماز بخونید. چطوری نماز بخونیم؟ مثلا روزه بگیرید. چطوری روزه بگیریم؟ و انزلنا الیک ذکر بینا للناس ما نزل الیهم. ما نازل کردیم تا برای مردم شرح بدید اون چرا که براشون نازل شده. پیغمبر وحیه. وقتی پیامبر به کیفیت نماز میخونه، این کیفیت از خودش نیست، از وحیه. جبرئیل بهش یاد میده. سنت پیامبر هم مثل قرآن وحیه. کسی که سنت انکار کنه انکار کرده. ما اتاکم الرسول فخذوه. یه قاعده کلیه، همون چی که رسول میفرماده بگیرید. چرا این همه تاکید پیامبر میکنه؟ اگر فقط پیرو از خداوند می بود میگفت قرآن اطاعت کنید، تمام شده رفت. چی بود؟ چی شدیم؟ بله حق دارید. ببینید ایرانی ها در آذربایجان چطوری سر خیابون جمع میکنن. رژیم پلید ایران و جوانان ایرانی میکرد، در جمعشو میکرد میفرستاد جبهه برای کشتن. اگرچه در اینجا هم مقصر ایرانه. 15 نفر آذربایجان دستگیر کرده، بعد این رو عکس العملشون دادن. Ay.
کشوری که با ارمنستان ایستاده بر ضد آذربایجان، آذربایجان شیعه بر ضد افرادشون رو بازداشت میکنه. خب اینجوری برخورد میکنن باشون دیگه. این عزت دولت خبیث حاکم بر ایرانه. Niye kim haliyle vatandaşlara karşı? خدایا Çıkar bayramı. Başka bunu. Arala çık. بفرمایید. نمونه حتی آذریان خودشون
حفظ بکنه. خجالت آور جدید رئیس ارزشمندی آقای شیخ الاستقوار، آقای شیخی و بسیاری بزرگانی که شیخ توتی رو میگه توتی تا زمانی سوریه ایران نمیره. سفارت ایران هم شما تقاضای وحدت میکنی، چطور یه دستتون به جلوش کنی تا وحدت بشه؟ الان آقا اسمش هم بلد نیست، رئیس جمهور اسم یک عالم برجسته سوریه را که از طرفداران بشار بود و خود بشار هم کشتشه بلد نیست اسمشو. بیسوادی است. آقای امیر از که شبکه تعطیل میشه، شما مشکل نه مشکل مادی هست، شبکه مشکل حل کنیم با باز میگردیم انشاءالله. دعا کنید هر چیز حل میشه. آقای ما در عقیده هست استاد عبدالظاهر دایی 58 ثانیه. خیلی متشکرم. ما از را کل چیز میشنویم بغیر از عقیده. در یک مسجد رو حقوق بشر گپ میزنه، در یک مسجد برو از حیوان گپ میزنه، در یک مسجد برو از خیرات گپ میزنه، در یک مسجد جنجال از سر اسقاط. اما سر توحید الله روز جمعه مسلمان ها باید وحدانیت الله را درک بکنن. کلگی خود نمیتونه، اما دوکار و نجار و گلکار دین خود نیست. دین خود تنها در مکتب نیست، دین خود تنها برای ماستر و دکتر نیست، دین خود برای نجار و گلکار و آهنگر قاید و برای گلی است. نام استاد دلم خیلی سوخت و اش تو چشمانم جمع شد و بغض گلم را گرفت. نه خدا بد نیاره. چرا؟ درسته قطع شدن برنامه نیست برای من، لیکن از دست انسان فرجی کنه. کل خانواده هم استاد موقع برنامه میشه کار را ول میکنن تا بشن. بله ناراحت نباشید خدا. بله بدون شکی. و تازه عرض کردم از راه جمعی شد در خدمتون خواهم بود. آیه هدایت شده
همیشه؟ بله حتما انشالله. الله از بوشهر ترجمه شده انشالله بالا باشه. یعنی شاید یک هفته بر من سخت گذشته، 2 سال بر من سخت گذشته، یا شرایط مناسب نبود و بد گذشته، ولی نفهمیدم 60 جمعش یه او تمام میشه، خبری نیست. شما هر حال هر چقدر داشته بیشتر در روز نمیپوشه، هر چقدر پول توی بانک داشته باشه همون مقداری که تو جیبتونه دارید و تو بانکه. 10,000 تا خونه داشته باشین همون که توش نشستین دارید. یه نمیتونیم بخوریم. کجا داریم گیریم؟ چی کار داریم میکنیم؟ چگونه میشه انسان ببینه هم نوعش گرسنه، هم نوعش گرفتاره و جالبه که بتونه کمک کنه ها. اون که دستش خالیه من کاری ندارم و تو اونا تازه بخشنده تر هم هستن، آنان که غنی ترند محتاج ترند. اونی که دستش به دهنش میرسه داره واسه نسل‌های آینده‌اش. اون چطور آرام میشینه و شب سر راحت روی بالش میذاره میخوابه. از خامنه‌ای و روحانیت شیعه بپرسید که کشور رو کرک کرده، در حالی که میدونه هموطنش الان به خاطر گرسنگی فرزندش زجر داره میکشه. من یک کفتر داشتم، سوگلی من بود، گم شد. هر جای گشتیم پیدا نکردیم. تو داخل یک کفتردونه کنج حیاط بود، ما کبوترها رو اونجا میذاشتیم، هنوزم همونجا. این کفتر گم شد دیگه، در همسایه اینور اونور. یه روز من تو حیاط بودم، داشتم آب میدادم این باغچه و درخت رو، دیدم یه جفت چشم ته این کفتردونه داره به من نگاه میکنه. گفتم خدا این چی؟ رفتم جناب کاردان یه لایه ما گلدونای کوچیک گذاشته بودیم، با دیوار یه وجه فاصله داشت. این کفتر افتاد این فاصله و جفتش 5 روز 6 روز کنار این نشست. اگر ما دوربین داشتیم شاید این جفتش بهش غذا هم میداد. این حیوان رو من از اون تو در آوردم، جفتش از خوشحالی بال میزد میگشت دور من. عشق. اون وقت کفتر یه همچکاری نسبت به هم نوعش میکنه. آدم چجوری میتونه یه نفر دیگر رو از زندگی محروم کنه؟ وقت من بی تفاوت باشم جناب کاردان برم. خدا شاهده نمیدونم کی 63. بله دکتر لطفا پیام صوتی بذارین چون مستقیم برنامه رو نمیشنم. بله شما سوالی که نکردید. دکتر عبدالحمید عالی 1 دقیقه دعای پیامبر برای ام المؤمنین عایشه و امتش. امام ابن حبان با سند خود از ام المؤمنین عایشه بیان نقل می‌کند رسول خدا را دیدم صلی الله علیه و سلم
خیلی خوشحال بود. گفتم ای رسول خدا برای من دعای خیر کن. فرمود ای پروردگار عایشه را ببخش، برایت اگر گناهی در گذشته مرتکب شده یا در آینده می شود یا اون چیزی که به پنهانی انجام داده یا آشکارا، پروردگار او را ببخش. میگه ام المؤمنین عایشه خندید. بعدا فرمود دعای من خیلی خوشحال کرد. گفتم و ما لا یسرونی دعاءک، چرا خوشحال نشوم؟ پیامبر خدا فرمود به خدا سوگند این دعایی که برای شما کردم برای امتم میکنم در همه نمازها. سبحان الله. تا آخرین لحظات حیاتش امتی امتی میگفت. آقای قاری فضل الرحمن: آیا زلیخا با یوسف ازدواج کرد یا خیر؟ نه، چون که در بعضی تفاسیر من روح المانی گفته شده ازدواج کردند. آیا داستانت چطور است؟ تا جایی که میدونم ازدواج نکرده، با تحقیق کنم. آیا فاحشه خوندن یا دشنام دادن به زلیخا حکمش چی هست؟ از زمان یک عالم کار نادرستیه. آقای قاسم بارکزهی هدایت شده: استاد چند شبه که گفتی در شبکه برای چند ماه آینده نیستید. نه، چند ماه ها نمیدونم، چند ماه، چند روز، چند هفته، اینشو نمیدونم، بسته به تأثیر خدا داره. از اولش شنیدم خیلی ناراحت شدم، چون استاد چشم ما به شبکه شما روشن است. باور کنید شما از تمام دولتگان فارس زبان تمام شبکه شریعت بیشتری دارید. بزرگترین خیانت به یک انسان این که باعث دوری اون از پروردگار بشه که بعد مرگش جبران پذیر نیست و شما با این حقیقت رو مثل آب زلال بیان میکنید در کنار شجاعت علم. بسیار خواهش میکنم لطف دارید با اندیشه و منصف را به سوی شما انسان با اندیشه و منصف را به سوی شما جذب میکنید. جایی که خیلی تعریف کردید من نمیخونمش. جایگاه محمد در قلب مؤمنان افتخار میکنم جزء امتی و دینی هستیم که مردان بزرگی همچون شما خواهش میکنم پرونده دعوت سخنان با شما ایمان انسان رو بیدار میکند. خدا را شکر. من همیشه پای برنامه شما میشنم، تلنگری به قلبم زده میشه و احساس بیداری و نور حقیقت و خوف علا همه وجودم را فرا میگیره. خدا را شکر. در هر کار خدا حکمتی هست. شاید ندیدن برنامه‌تون جزای آزمایش یا در خیر من شما باشد. خدا بر کار خود داناست. ما صبر و شکیبایی میکنم. آفرین از شما. پروردگار مشکلات استاد رو حل کن و درهای زحمت رو بگوشه. آمین یا رب. شعر اقبال لاهوری فرستادی: نه تو اندر حرم گنجی نه در بتخانه می آیی، ولیکن سوی مشتاقان چه مشتاقانه می آیی. قدم بی باکتر نه در حریم جان و مشتاقان، تو صاحب خانه آخر چرا دزدانه می آیی. به غارت می بری سرمایه تسبیح خانان را، به شبخون دل زناریان ترکانه می آیی. گهی صد لشکر انگیزی که خون دوستان ریزی، گهی در انجمن با شیشه و پیمانه می آیی. تو بر نخل کلیمی بی محابا شعله می ریزی، تو بر شمع یتیمی صورت پروانه می آیی. بیا اقبال جامی از خمستان خودی درکش، تو از میخانه مغرب ز خود بیگانه می آیی. بله. آقای عبدالمجید: از پرده هر جا برنامه داشتی به هم بگی. به همه تو میگم تا با 2 روزی ممکنه این کارا طول بکشه تا اینکه وسایل برای نصب اینستاگرام و فیسبوک اینا تا شروع بکنم به شما خبر میدم ان شاء الله. آقای احمد: آیا اصحاب کهف هم پیامبر بودن؟ نه، چیزی نیامده که پیامبر بودن، یا حداقل من نمیدونم.
آقای مفتی احمد، آیا زلیخا ایمان آوردند یا خیر؟ اینو نمیدونم، باید مراجعه کنم. در درسای آینده مشخص میشه. آقای حاجی محمود، گفتگو با طالبان، اینو نشون دادم، 2 روز پیش نشونش دادم. آقای محمد زاهد سدید، پیامبر فرمان شما را بر راه روشن رها کردم. دکتر صلاح الدین جوهری، بله ترکتکم علی البیضاء، روشن روی روشن و آشکار رهاتون کردم. قرآن و سنت آشکاره، لا یزیغ عنها الا هالک. زیغ، انحراف، گمراهی، لغزش از آن کسی نیست جز گمراه. گمراهانن که پاشون میلغزه، گمراهانن که نور نبوت و نور وحی قلبشون رو تابان و روشن نمیکنه. اگر گمراهی رو دیدید بدون که نور نبوت، نور وحی، نور سخن خدا در قلبش تابان نشده، روشن نشده. ترکتکم علی البیضاء، دین خدا بیضا است. بس الله خیلی مهمه که نورش، نور عظمتش، نور محبتش، نور ترسش قلب ما رو تابان بکنه. اگر این اومد اینجا توحیده در قلبت صورت گرفته. در غیر این صورت برو قلبت رو اصلاح کن. یا الله در حالی مرگ بده که بیاد تو باشیم. اشهد ان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. والله يا اخوه لو ترون ما جنة عرضها السماوات والارض، جنة عرضها السماوات والارض. الله 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 والله لو ترون ما. خداوند خاتمه همه ما و شما رو بخیر کند. آقای سید شهاب محمودی، یهود بانی تصوف در اسلام. تصوف و تشیع از یهودیت مسیحیت گرفته شده، در این شکی نیست. بانی تصوف یهوده. خب دلیل ببین، اینو ببین، چلوصافی به آفتابه میگه 2 سوراخه. خب بانی تشیع کیه؟ بانی امامت کیه؟ کجاست؟ جلد 27. وانگهی اگر بانی تصوف یهوده و شما صادقی در این موضوع، خمینی یک صوفی بود که شما بازجو زندانش بودید. آقای دجال. اما دکتر قاسم غنی میگه که ما تصوف ایجاد کردیم برای جنگ با اهل سنت. پس کشور ایران و یک یهودی به نام خمینی میچرخاند و شما هم ابزار دستش بودید و هستی. صفحه 99 از تاریخ دمشق ابن عساکر. این چقدر بی سواده این آقا. عقاید از کتاب تاریخ نقل نمی کنند، بی سواد. عقاید از کتاب عقیده نقل می کنند. چرا فیلمی در آقای شکری از شهریار درباره ابن سبا نمی سازند یا فیلم شاه اسماعیل که ایران شیعه کرده؟ بله درست، کی اینا رو بسازه؟ این آقا قصه دینی میخواد. دقت میکنید؟ و اگر کسی رو نمیشناسی رفتارشو ببین.
با رفتارش کار میکنه. آقای کمال تلگرام دارید، لینک بفرستن تا همه چی بشن، عضو بشن. خب بعد انشالله درست میکنیم. دارم تلگرام لیکن هنوز خیلی روش چیز نمیکنم، کار نمیکنم، گاهی نگاه میکنم. خانم شهین از کردستان، وقتی هنگام نماز مثلا 2 رکعت خوانده ایم ولی خیال میکنیم که 1 رکعت خوانده ایم، میشه دوباره از اول 4 رکعت بخونیم؟ نه، این خیالا رو بنداز دور، این وسوسه شیطانه. اون چرا که یقینه بر اون بنا کن. اگه یقینا 2 رکعته، خب رکعت سوم بخون. اگر نه یقینا 1 رکعت دیگه بخون. دقت میکنید؟ اگه واقعا قاطی کردید 3 رکعت بخون ولی بعد سجده سهو بکن. 3 رکعت یقینی، نه. آقای محمد از زابل، علیکم السلام. ای خدا فرجی برای ما بکن که ما 1 روز هم دوری پدر عزیزمون رو نداریم. لطف دارید، سلامت بشید تا واسه که تعطیل بشه. یا در رحمت هایت رو برای شبکه توحید سرازیر کن. آمین یا رب. خدا رو شکر در شبکه‌های مجازی به برنامه ادامه میدید. بله انشاءالله. در ضمن یادتون باشه فردا جمعه، روزدارانی که امروز روزه بودند خداوند روزهاشون رو بپذیره و فردا آسمان را درود باران کنید. از امشب شروع کنید تا میتونید درود بفرستید و فرض عین خود را که نماز جمعه باشه و آداب جمعه را رعایت کنید. آقای محمود از اهواز، چشم، گفتی که شما رو اضافه بکنم. چشم. آقای عبدالحمید از روسیه، برای سرود ملی قیام کردن جایز نیست. شهید باذن الله مولانا متوکل. عبادت چی مفهومی داره؟ هر قول و عملی که شایسته و پسند الله متعال باشه عبادت است. نظر عبادت، دعا عبادت، نماز عبادت، سجده عبادت، تلاوت قرآن عبادت، قربانی عبادت، ذبح عبادت، کلش عبادت و این کلش خاص است برای الله. اما ما میبینیم که کلی از این نعوذ بالله بغیر الله میشه، سجده بغیر الله میشه، رکوع بغیر الله میشه، قیام میتور استاده بر چفک بغیر الله میشه، سرود ملی گفته میشه مردم فرد میخیزه. این قیام برای چی است؟ چرا برای ازو میشه؟ نظر به نام های مختلف میشه، نظر بیبی، نظر سخی، نظر پیر، نظر فلان، نظر فلان، نظر حسین رضی الله عنه، مختلف نام ها گذاشته شده. و دعا که عبادت است ایام از غیر الله خواسته شود، ذبح به نام غیر الله میشه، سر قبرا حیوان ذبح میشه. خیر این مردم خود لا اله الا الله را گفتن اما مطلبش فهمیدن؟ نه، مطلب نفهمیدن. خداوند رحمتش کنه و مشکلات معهد علامه احسان ظهیر رو رفع کنه تا فرزندش و بقیه دوستان بتونن اونجا درس بخونن. آقای محمد زاهد صدید، ای خدای حل بگردان مشکل توحید ما، مشکلات این رسانه منبر توحید ما. ماشاءالله. دین خود را نصرتی ده با بیان مخلصان، مخلصان را نصرتی ده در بیان دین ما. آمین یا رب. خدا حفظ میکنه.
آقای احمد بلوپ خنده‌دار آخونده. پاکستان بودم، به من گفتن شما اینو بارها رد کردن، جوابشو دادم. خرج شبکه گرونه، بله، لیکن خداوند قادره، خداوند بر هر چیزی قادره. خدایی که ما رو تا اینجا رسونده از میان این همه گرگ فکر یعنی همینجور رهامون میکنه؟ امکان نداره. کتاب برکات مکی فقط درود نوشته و هر کس برای هر نیت و حاجتی بخونه خوبه. اگه فقط دروده بله، برای درود خوندن نیازی به کتاب مکی نداری. درودی که در نماز میخونی یا درود عادی رو بخون و دعاهایی که براتون فرستادم. اصلا سیاه زمانی رو من نشنیدم، نمیدونم چیه. کسی که زمان سیاه نفرین یا هر دعای دیگر بکنه برارد نه اینا همش حرفه، حرفای عوام اینا. آقای سلیمان خیلی متشکرم، نوشته که در خدمتم. آقای صد شهاب مولانا محمد حمید جان نقشبندی سیفی، همین سلفی کوش، فرقه سلفی کوش. بله. خب این ارزشی داره که انسان وقتشو چیز کنه. چی آخه یعنی وقت رو تلف کنیم برای خوردن و نوشیدن و دست پا بوسی؟ اینو چرا فرستادی اصلا؟ اینجا برای مردگان روزهای پنجشنبه به همسایگان و خویشاوندان غذا میدن. آیا این غذاها خوردنش جایزه؟ بله، اینا خیرات، اشکالی نداره. شب جمعه اشکال نداره. دیر جنبی دید راجع به رفتن به مدرسه لاهور. الان نمیدونم قبول میکنند یا نه، چون الان برای شما مشکلاتی پیش اومده، ولی شما اگه به خودت برید حتما قبولت میکنن. ویزا بگیر و برو. اون موقع که باز مدرسه خوب بود قبول نمی کردی. آقای محمد امین سراح رئیس، من نمیشناسم ایشون، رئیس طالبان رو نمیشناسم، چرا مسئولیت قبول میکنه نمیدونم اینو.
آقای عبدالرحمن از ترکمن صحرا، دعا میکنم که زودتر برنامه آغاز بشه. خیلی متشکرم از شما. دعا بهترین سلاحه. آقای یاسین نرویی، فیلم بی احترامی به پدر، اعوذ بالله اعوذ بالله، بی احترامی به پدر مادر بعد از شرک بزرگترین گناهه. الله تشرکوا بی و بالوالدین احسانا، به من شرک نورزید و والدین نیکی کنید، نه که بی احترامی کنید. اعوذ بالله اعوذ بالله. در روسیه در داخل نان روغن، در داخل نان روغن خوک همراه می کنند. آیا خوردن جایزه؟ حرامه، قطعا حرامه. و هر چی از مشتقات خوکه یا هر نجاست دیگری در خوراکی ها باشه جایز نیست، درست نیست. باشه آقای عبدالمجید. سلامت باشید. آقای جمال هدایت شده، علیکم السلام. این سوالو قبلا پرسیدم ولی به دلیل پارازیت شدید نتونستم جواب دریافت کنم. در تلویزیون ایران کسی که با تجربه مرگ موقت داشتن مصاحبه میکرد. اونها مناطق سرسبز زیبا غیر، نه اینا رو در خیال خود میدیدند، یعنی مرده نبودند. کسی بمیره دوباره زنده نمیشه، امکان نداره. بابا جان تاجیک، برای ثبت نام در جامعه مدینه منوره توصیف نامه لازم است. اگه لطف کنید برای بنده ارسال. نه اونا تزکیه نامه است. کسی میخواد که از شهر شما باشه، شما رو شخصا بشناسه، یعنی از شهر خودتون، از جای دیگه دردشون نمیخوره. آقای قوس‌الدین هراتی، امشب شب جمعه است، بدهکار هستم، برامون دعا کنید خداوند بدهکاریتون رو رفع کنه و امورتون رو آسان کنه. ابو اسما، آخونده دخترای مردم صیغه میکنن، اما تا حالا شنیدی آخونده دختراشون مردم صیغه بدن؟ نه، آخوند خمس میده. آخوند یک کلاش دینیه، یک شیطان در لباس دین. آقای رخشانی از مشهد، علیکم السلام. من از سن 12 سالگی به برنامه شما بزرگ شدم، ماشاءالله، و خداوند متعال به شما پاداش بدهد. الان پس سن من به 25 سال میرسد. من از همان زمان برنامه های از همان زمان، یعنی از زمان رنگارنگ مقصودتانه برنامه شما رو دنبال میکردم، چون حرفای شما رو مطابق با استانداردهای قرآن میدیدم. شاید باورتون نشه استاد، ولی من شب برنامه های شما رو نگاه میکردم، صبح در مدرسه قوقایی به پا میکردم. خیلی از شما ممنونم، چون مطالبی که از شما فرا گرفتم امروز باعث شده به مجالس صوفی مسلکان که متاسفانه همسرم کمی گرایش دارد و خانواده ایشان کاملا به سمت آنها متمایل هستند نرمم. شما به دست من و امثال من یک قالب دادید به نام قرآن. هر چیزی که در آن جا گرفت میپذیرم و هر چی خارج آن بود را رها میکنم. ان شاء الله خدا از من خیلی خوشحالم که شما رو شناختم. سلامت باشید به شما.
آقای احمد رخشانی. چرا زودتر آشنا نشدیم جناب؟ آیا تکرار برنامه ساعت 6؟ بله، ولی امروز 6 نبود. امروز یه اشکالی پیش آمده بود، مثل که در ضبط برنامه دیشب اشکالی پیش آمده بود. اگر خدا نکردیم این شب که قطع بشه، آیا برنامه در یوتیوب فرستاده میشه؟ بله، در برنامه اگه یوتیوب ضبط میشه فرستاده میشه انشاءالله. شبکه که امشب قطع میشه دیگه، امشب یا فردا صبح قطع میشه. آقای شاگرد از ارومیه. خدا کافی برای همه و همه چیز. آفرین بر شما. خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. برای ما دعا کنید، من هم برای شما دعا میکنم. خداوند مریضان ما و شما رو شفا بده، مردگان موحد ما و شما رو رحمت کنه، جوانان ما و شما رو هدایت کنه، ظالمان مسلط بر کشور را درس عبرتی برای دیگران قرار بده و ما و شما را هدایت و دیگران را به وسیله ما و شما هدایت کند. ای خدایا، ملت ما را از توحید به شرک، از امام پرستی و قبر پرستی به خدا پرستی و پیغمبر شناسی رهنمون بگردان. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر گفتمان قومی به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه، به شدت. الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الغر الميامين، سيما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصحل أخلاقنا بالحلم. اللهم نور قلوبنا بالعلم والإيمان وصهل أخلاقنا بالحلم والإيمان والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ما قد مضى واعصمنا فيما بقي. اللهم يا من هو أقرب من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة. اللهم عليك ببشار وأخيه
وعشيرته وذويه. اللهم عليك به وبحسن نصر إبليس لبنان وبإبليس طهران وبعبادسة في العراق. عليك بهم جميعا، شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث ومزقهم شر تمزيق. با حمد و سپاس بر خداوند متعال، خداوند یکتا، خداوند لایزال، تنها معبود راستین این هستی، همچنان که تنها خالق اوست، تنها مالک هم اوست، تنها ولی هم اوست. هیچ ولی و ولی فقیهی و هیچ بزرگی و هیچ امامی و هیچ فرشته‌ای و هیچ انسانی در ملک و ملکوتش شریک نیست، بلکه صریح عبارت فرموده شما کسانی را که دعا میکنید لا یملکون من ذره، مالک ذره هم نیستن. هر کسی رو بخوای بخونید، تمام اون چه غیر خداونده در این هستی، هیچ احدی مالک ذره هم نیست به صریح قرآن. و برای چنین دعوتی پیغمبران فرستاد، کتابها فرستاد، لیکن شیطانهای انس و جن برای رسیدن به اهداف شوم دنیوی خود مردم را فریفتند. بر سر هر کوچه و برزنی دعوت به شرک و قبر پرستی و امام پرستی و بزرگ پرستی کردند تا دنیای خود را آباد کنند، تا به مقامات دنیوی برسند، لیکن دین را ابزار قرار دادند. درود خداوند بر پیامبران راستین که برای جنگ با دین فروشان و مشرکان و بقیه گمراهان به پا خواستند، مردم را به سوی خدا خواندند تا شر اینها نجات بدهند. درود بر همه آنها، به خصوص به خاتمشان و سرورشان و موفق‌ترینشان که کتابش تنها کتابی است که به زبانش باقی است و رسالتش تنها رسالتی است که جهانی است. درود بر او و بر شاگردان با وفایش و بر شاگردان جانفدایش، به ویژه ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر، چراغ مسجد و محراب و منبر، به ویژه عشره مبشره و مهاجرین و انصار که قرآن از همشون اعلان رضایت کرد و پیامبر خدا فوت نمود و از اونها راضی بود. و نفرین خداوند و ملائکه و صالحین بر اون دجالان و کذابان و فریب خوردگانی باد که در لباس ولایت و در پوستین تشیع محمد را درباره همسرانش می آزارند، درباره یارانش